کمتر در نمازا گریه کنی و دعا کنی، ای خدا یقین طلب کنی. پیامبر اکرم از امت از بلال دعا میخواه. میشه که یه آدم عرق نوشته صدقه تی درست میشه و عمر کشتن رسول الله آمد را با او درجه رسید. توفیقت زیاده برای من این میخته اکنون که من بند من دایی میخ بند سبب به پول نمیشده آدم به سبب پولدار نمیشده. هیچ محل از یاد ما نبراریم که نام خدا یکتش حکیم ای. نام خدا یکتش چی ای؟ حکیم. حکیم چی را میگفتیم؟ چیزی را در جاش میمونه. هر کسی که چیزی را در جاش آورده موند نام او را میگن چی عزیزا؟ حکیم. هر کسی که چیزی را آورده در جاش حل کرد نام او حکیم. صدقه خوبه میشه و که یه آدم عرق نوشته صدقه تی درست میشه و یا نه؟ ایمو پول رو عرق نوشه صدقه نغزه در اینجا گدایی داره نه که میدونه که عرق مینوشه. این حکیمی نمیشه آخی. میشه و که یک انسان صدقه کرده در همین جا میتونه که شما صدقهش کنه و همون صدقه رو و مثال زنا کنه. میشه و نمیشه. این حکیمی نیست. نام خدا حکیم بده. باید در همون صحیح بشتیم صدقه را. نام خدا یکتش حکیم بده. بهده توفیق نمیگیره خدا معنیش. بهده توفیق نمیتیه. میشه و که بازار درویی و بار کردن گیری پول شنطه‌ای میشه و نه وقت میگه تو موفق نمیشی میگه پول بیار. به سبب به پول نمیشده آدم به سبب پولدار نمیشده. به سبب توفیق نمیتیه خدا به سبب توفیق نمیگیره. در همین بابا صحبت میکنیم اکنون اهمیت توفیق ده یک دو حدیث میگیم. روایت از حضرت علی کرم الله وجهه چهارم خلیفه عالم اسلام. حضرت فرمودند بندگان خدا از خدا یک چی طلب کنه. گفته رسول الله بنده های خدا عباد الله واسأل الله الیقین. بنده های خدا ای خدا یقین طلب کنه. چی را طلب کنه؟ یقین. یکی ای اسباب های توفیق در این حدیث آمدگی بده که کمتر در نمازا گریه کنه و دعا کنه. ای خدا یقین طلب کنه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در حلیت الاولیاء میبیارن. حضرت عمر سحر حضور نبی کریم میبیاد نماز بامداده نماز میخوانن. حضرت نگاه میکنه که چشمای امیرالمومنین سرخه. حضرت بسیار گریه میکردن. بعضی انسان ها شبا بسیار گریه میکنن. ایسر 1000 آدم خیلی آدم ها یکتن که شبا خیزن بسیار گریه کنن. حضرت شبا بسیار گریه میکرد میگه جناب پیغمبر دیدم این فضیلت حضرت عمر که چشماش سرخه. گفتن کیف اصبحتم یا عمر؟ این سحری چخیل خستی ای امیرالمومنین ای عمر چخیل خستی سحر؟ گو اصبحت علی الیقین. بر یقین بیدار شد می فرستاده خدا. گو یقین؟ گو بله. گو یقین به خودش علامت داره. گپ ده جواب داده میتونی؟ گپ ده جواب داده میتونی امیرالمومنین؟ گپ ده جواب داده میتونی فاروق اعظم؟ گپ ده جواب داده میتونی عمر؟ او زمان امیرالمومنین نبودن ولی ای عمر علائم داره یقین. علائم چیه؟ علامت‌ها داره. کنی گفتن چه علامت چه دیدی یقینا؟ گو اگر اجازت ای بهشتی ها را دوزختی ها جدا میکنم. گفت قیفو به که فتنه میشوه ماندش کرد. یعنی که یقین به درجه بده در رای خدا شک یعنی مکن دلی پر قدمان تو میفهمی دوزختی کیه. تو میفهمی جهنمی کیه. تو میفهمی بهشتی کیه. تو میفهمی. حضرت بلال وقتی که حضرت جابر ابن عبدالله میگه در حضور نبی کریم بودم در مسجد تنها نشسته بودیم که حضرت گفت یک بهشتی میبیا. دیده استم یک بهشتی میبیا قلبش و روحش از بالای عرش خدای. من میگه در حال بیرون برو آمدم نظارت کردم کسی نیست. آمدم گفتم کسی نیست. همین کمتر نشسته بودیم که میگه بلال در آمد.
جناب پیغمبر چهره بلال نگاه کرده، پرسید کیف اصبحتم یا بلالو، ای بلال چه خلخیسی سری؟ حضرت میگه چهرهاش سرخ بوده، چشماش خون پیچیده بوده گریه را. گفت روح و روان تا ای عرش بالا دیدستم ای بلال. حتی در یک روایت دیگر در حلیت الاولیا میبیاره، گفت بلال دستاش جناب پیغمبر بلند کرد، گفت در حق احمد هم دعا کرد. یقین به او درجه رسیدم. پیامبر اکرم از امت از بلال دعا میخواهند. این چیه؟ علامت یقینه. چی به امروز پیغمبر ما میگه این رسول الله صلی الله علیه و سلم ای خدا اول توفیق میخوای یقین طلب که خدایا برای من یقین ده که من شک نکنم در راهیت، من در راهیت ددیله نشوم، من صدقاً قبول کنم که حقی، من صدقاً قبول کنم. یک تاش یقین همینه. آیا باور داری که منکر نکیر هست یا نه؟ آیا باور داری که در گور پرسیده میشوی؟ آیا باور داری که منکر نکیر ایت سه سوال میکنه؟ همین اگر یقین نداشته باشی چی نماز میخونی؟ آیا باور داری که کرامن کاتبین اسما را مینویسن؟ آیا باور داری که در گور ملائک می اومد از میپرسیده است؟ آیا باور داری به همین؟ آیا باور داری به همین؟ همین ده که دو دیله باشی چی نماز میخونی عزیزم؟ یقینا نمیای. یقین داری که همین مسجد اومدی، مسجد خانه خدا هست. یقین داری که همینجا 27 ثواب میگیری. یقین داری که در همین جهر یک تسبیح 27 تسبیح هست. پیغمبرمون گفتن. تو یقین داری که اینجا چی هست؟ وقتی یقین نداشته باشی چی ده میبیایی اینجا؟ چی ده میبیایی میگم؟ انم یقینش همینه. فاسأل الله الیقین، از خدا یقین طلب کنه. بعد از او رسول الله گفتن که یقین سری دینه. دین به خودش سر داشته. سری دین چی بده؟ یقین. ستون دین چی بده؟ نماز. کوفان دین چی بده؟ شطور به خودش کوفان داره. کوفان دین چی بده؟ جهاد. هرچی به خودش یک حیوان ده مانند کرد رسول الله. گفت دیدگی همیخیل، همیخیل گفت هرچی داره. گفت ستون دین نماز بده. سری دین چی بده عزیزان؟ یقین. یقین داری چی؟ یقین داری که فردا میپرسنه. یقین داری که خدا پگه زبانم میبسته میگه الیوم نختیم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. آن روز زبانها بسته میشوند، دستان و پاهای شما گپ میزنند. کجا گپ میزده؟ دست و پا گپ میزده. باور داری به همین میگم. همین یقین میگن. باور نداشته باشه عزیز، ولی دینت سر نداره. دین سر نداره میگن. از او پرس یقین. یقین سری دین است. از خدا توفیق خواهد. جناب پیغمبر گفته از همه بقوت ترین میخ توفیقه. از خدا دعا کنیم که خدا ما دا توفیق ته. خدای ما دا توفیق ته. ما دا میدان تیار کن. ما را راه نشان ته که از درون همون راه به تو برسیم. آدمایی هستند که از راه زکات به خدا میرسند. آدمایی هستند که از راه روزه به خدا میرسند. آدمایی هستند که از راه نماز به روزه میرسند. آدمایی هستند که از راه حج به خدا میرسند. آدمایی هستند که از راه دزدن، از دزدیشون ایزا کشته به خدا میرسند. ما چندین نفر این خیلی انسان ها داریم که از داخل دزدی در اسلام بازگشتن و سوی خدا رفتن. این خیلی انسان زیاد داریم. حضرت عمر کشتن رسول الله آمد را با او درجه رسید. برای همین عزیزو ما از خدا طلب کنیم پروردگارا راههای توفیقت زیاده. برای من این میخته اکنون که من بند من این میخ بندم، هر جا نروم با قوت ترین میخ بده است. 4 نمود اخلاق بده که این عمومی بده. کسی که میگه من بچه آدمم باید همین 4 چیز رعایت کنم. اما ما همین قدر کتابای اخلاقی و تربیتی را گفتیم و ورق زدیم.
درباره همین دو تاش بسیار گپ زدگی بدیم، درباره 12 تا دیگهش گپ کم داده است. اخلاق نسبت خدا، اخلاق نسبت خلق. در دیگر جاهاش به نهایت اخلاق کم بوده است نسبت این 12 تا دیگر ده. با 10 اخلاق خصوصی سر می شود که ای اخلاق خانواده سر می شده و تا اخلاق پزشکی. اخلاق پزشکی چه اخلاقه؟ اخلاق دکتری که او چخیلی اخلاق باید داشته باشن، چخیلی تمیز باید داشته باشن. بینین که این دنیا به اخلاق نمیشه عزیزا. اخلاق خانواده ای همون روزی که تو خانواده ده انسان میشه، آیله، از آیله باید چخیلی اخلاق ما داشته باشیم. این اخلاقای خصوصی بده یا اخلاقای بده که هر یک تیما او را باید چکار کنیم؟ لیچ نمیگن که ای خودت انامین لیچ نسته، باید ما به نهایت سخت اهمیتیم. اکنون امروز درباره این 14 اخلاق ما صحبت میکنیم. موضوع امروزه ما اسباب توفیق و اسباب گرفتن توفیق. خداوند توفیق میگیره، خداوند توفیق میتیه. شما نگاه کنید امروز تمام نیروی این جادوگرا زید منبر رسول الله هست. از این منبر پیامبر شب خواب میبینه، میخیزه گریه میکنه بین صحابه ده. اصحاب میپرسه لماذا تبکی یا رسول الله؟ چه به گریه میکنه فرستاده خدا؟ جناب پیغمبر میگه شب دیدم در منبر و میمونا برآمدیم. چی به فرستاده خدا؟ تعویلش چیه؟ یک روز میشه این منبری من بسیار میمون بازی میشه. این همش مکتبای جادوگری است. شما گمان نکنید جادوگری فقط همینه که در نمک میخورن، در نل اسب میمونن. معنی دنیا، سیر دنیا مش انا مثل مکتبای ابلیسی جادوگری است. یک نوع میسازن، تربیتت میکنن، باور نمیکنی. این سحر است. سحر میکنن، میبرن در بین جهنم میمونن تا. برای وعده های بر دروغ. یک دم میبیاین موسی در 40 روز نیست برای تورات میروه، وحی با خدا میروه، سامری میبیا فکر مردم نگاه میکنه که مردم گاو دوست دارن، در حال گوسالا را میسازن، مردم با پرستش گوسالا دعوت میکنن. مردم مورم تا نگاه کن اغلبیت این توی رقصا را ناز میبینن. همین تیار کن نیمش میخزه میروزی. همین روز شگو همین شهرها ده ها ارتیست آوردن. جنگ بود برای بلیت همو. این در خونی ما این رقصا ناز بینی. و نگاه میکنن این سامری ها که ما چی را نغز میبینیم، نگاه میکنن این سامری ها که ما چی را دوست میداریم. میسازن جادو میکنن، در جادوی همونها میره. روز شگوی همیشه چند کس انسان ها بیماری قمارن. این خانه منسوز قمار چقدر بچه ها را حیف کرد. خانه ها را دادن. ای درون همی تلفن در تمام کمانده های فوتبالی که هفت پشتش نمیشناسن پول میمونه. یا همین جنگا یا همینا میمون. اینو کسنن، اینو جادو شدگیم، اینو نمیتونن برآمدن. اینو جادو شدن. من شر نفثات فی العقد. خدایا پناه میطلبیم از این جادوگرایی که جادو میکنن. با تلفن جادو کردگن یورا. شما پرسه بسیار اینها 100,000 و 200,000 میلیون قرض شدگن. سیربای نمیتیان از این مرکزای بوک میکری، از این مرکزای قمار. کجا اخلاق و ضعیف شدستیان؟ اسلام همینه عزیزا. اسلام اومدن که همین ضررهای بیرونه و درونه را برای ما و شما تعلیم و تربیت. من شر نفثات فی العقد من شر حاسدین اذا حسد. خدا گیرین حسده. این دنیا از حسد کلید شد. این دنیا از حسد مردم آواره شد. این دنیا از حسد جوان مردای خوب محبس شد. هزارها جوان مرد علما از حسد نابود شد. خدا این حسد بسیار چیزی بده برادرها. حسد مکافاتش مرگه. نمره این حسود از این درد کم آدم خلاص شود. ای بیماری رک حسود گنده. من شر حاسد اذا حسد. دو جوگی با جوگی ساز نمیگیره. باور کنی اگر این حسودای، این حسودای. با نماز اینو فریب، با نماز اینو بسیاری ما با نمازو فریفته نشویم، با حاجگی و حج فریفته نشویم. یک مرتبه بیا مسئله نفسش خدی بازی کن کو تجارت زراعتش ده
حسودی او را میبینه ای قارون گنده ای فرعون گنده های تمام امکانیت میمونه برای تو از بین بردن. بسیار جوان مرد رو حیف کردن ای روی حسود. من شر حاسدین، خدایا از این حسود برا پناه طلب کن حبیبم، پناه طلب کن. حسود بین جناب پیغمبر میمرن از دنیا میگذرن، اسلام در یک برنامه خوب رفته است. ای حسود نگاه کن از قبیله یمامه میخیزن، مسیلمه کذاب میگه محمد مرد دینش مرد منم پیغمبرم. حسود بینن دعوی پیغمبری میکنن. دیری نمیگذره که طلحیه اسدیه دعوی پیامبری میکنه، نغیر ابن مالک دعوی پیامبری میکنه، سجای جادوگر دعوی پیامبری میکنه. در بین عالم اسلام همه ای دین میبرویه، نمیدونن چیکار کنن. 5 تا پیغمبر چه بعد رسول الله. این حسود ریشش. همه اینها را خالد ابن ولید با نقشه ابوبکر صدیق جابجا میکنه. کاری را که ابوبکر صدیق کسی کردگی نیست. در وزبین ترین حالت امت جمع کرد. یک کتابی هست با نام جادوی سبز، یعنی که جادوی سبز معنیش که دلار یورو رقم موندگی. جادوی سبز پدری کلونی، بوش کلونی را پدرش نوشتگی. جادوی سبز، این جادوی سبز بود اینقدر کشورها را کلید کرده است. این جادوی سبز ما را غلام کرد. این جادوی سبز نیم مردم ما را به زمین های او افریقا برد و در اون زمین ها به هیچ مرده برفتن در جنگو. همه او برای جادوی سبز های. دنیا برای این جادو های می سازن. نباشه فکر کنی چی های متاع دنیا. خداوند در قرآن میگه متاع دنیا قلیل. متاع دنیا چی میگه؟ قاکه هیچ. خداوند در قرآن میگه متاع دنیا را چی میگه؟ متاع الغرور. این متاع فریب میگه، متاع قلیل میگه، متاع فریب ینفر میگه، میپره را میگه نیست میشوه. ما را جادو کرده دیگر باور کنی اوین مون از یاد نمرو وردگیم. اوین مون از یاد برو وردیم. دین مونه، پیامبر مونه، خدا مونه همین خیلی جادو میکنن. گمان نکنی جادو در همون ریشته یا در یگان سوزن های ما را میخرونن. نه، از همه جادوی بیزب این مس ابلیس های. مسی کی های؟ مس ابلیس. ما دو نمود مس داریم، ما مس جسمی داریم و مس روحی. مس روحیش همینه که و یتخبطه الشیطان من المس. شیطان آدمای اقتصادچی را می اومده مس میکرده. چیکار میکرده؟ مس میکرده. چخیل مس میکرده؟ وای بانک ساخته، سرمایه را ساخته، میخواد که اکنون از پول به دنیا بیاید. اون میبید در همین مغزی سری او با پیامکش میپرتوید. بیا این ایجاش یعنی خلق ریبا گیره مردم. ایجاش این کار کن، ثروتت بالا میشه، ریبا رو این خیل کن، ریبا رو آن کن. این آدمای پول قدی بازی میکنن کو اینا شب تا روز خواب نیستن. هفتهشون نبیننده چه پیر شدین. اینا در جادوی پول رفتین، جادوشون کردگی. اینها به درجه میشون که به درجه میروند جاش میبیا که از ایمان هم دور بشه بسیاری. برای همین جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفثات فی العقد. از این جادوگرهایی که در گره ها پوف میکنن پناه طلب کن. پیامبر جادو کردن، پدرش مادرش زهر دادن نابود کردن، باباش زهر دادن نابود کردن، خودشون 2 مراتب زهر دادن. این من شر غاسق اذا وقب. عزیزان همه اینها ضرر دنیا میای. دنیا را ببینید چقدر در ضرره. خشا به حال انسانی که با بر وقتی به سوی برنامه رسول الله میبیا، از این منبر گوش میکنه، برای چی گپ نمیگذارن؟ چی به انسان های قدر به مهرن؟ چقدر انسان ها به حرمتن؟ آخه این سپاهی ها را نمیشناسن. ولی یک بخش دیگر داریم، خداوند اگر نصیب کردگی باشه یک بخش اخلاقی دیگه داریم، نامی به همین بحث بت پرستی هست. نامش چی هست؟ بت پرستی. درباره همین صحبت میکنیم. بت پرستی یعنی مردم گمان میکنه که بت پرستی فقط هم هیکل پرستی که امروز مردم مشرک میکنه همون نمیگه. اغلبیت یک بحث علامه اقبال لاهوری میکنه، تمام ما را بت پرست میگه. ما یک نمود بتای در درون من داریم که خدا پناهته.
همین خیلی بت‌های داریم که خدا پناهته. میگه شما میگه با زبان میگه خدا میگه چی میدونی، میگه مسلمان میدونی، باطنا میگه اغلبیت مردم بت پرست بوده. یک بخش عجیبی به میخزون در تربیت. ولی خدا خواستگیده ما این بخش یک بحث میبرداریم. عجیب بحث شیرینه. هر انسان دم آینه خودش میبینه میگه این میگه من الله تو عزا رو پرستش میکردم، من بت پرست بودم. میگه من گفتم که جمعه میبیام و نماز میبیام، من بت پرست بودم کو. و یک نو گام میزنه با من که من در ایمان خودم شک کردم. همین علامه اقبال لاهوری یک بحث میپرداره، من خودم در مسلمانیم شک کردم را خوندم. برای همین باور کنیم یک تربیت های میته انسانه که آدم به وجد میبیاره.